سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیوی جدید ما. توی این ویدیو میخوایم هرچی شانس رایگان داریم بزنیم. بیشتر شانس رایگان از اینه. مد نظرمون این باکسه و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برو بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بریم. قبلش بگم توی این اکانتمون هستیم و میخوایم شانس رایگانه ها رو توی این اکانت رو بزنیم. ناجی من بلتی میخوام با ویا والنسیا. این دورگبارم که اصلا به ما تا حالا یه بار نداده، نخواستیم. 2 تا شانس رایگان داریم، میزنیم 2 تا شانس رایگانمون رو بدون هیچ روشی، چون میدونم نمیده. دیدی گفتم سنگه بابا یه دورگبار ما نداده تا حالا. بله همچون میبینید 14 تا شانس رایگان داریم. ویا رو میخوام رو این حالت. برو بریم. 100 تای اول هیچ. چه بازیکنه سوپر اپیک داد. آره سوپر اپیک دادیم، سوپر اپیک گرفتیم. هورا کجای باکس تحت هاست اینهاش. وسط داده. فکر کنم سفیدم، ایشالله که سفید میشم. برو بریم. زدم. ای بابا بد نداد، این خوب داده. بالا سالی به دردمون نمیخوره. ما ویا میخوایم آجی. بذار یه روش بزنم. میزنیم رو ویا، یه بار ویا رو چک میکنیم. با یه روش انگار 104 یا 103 میشه. میزنیم و ببینیم ویا بگیریم. بله نه. حیف. همینجور دارم شانس رایگان رو رازی میزنم. چقدر من ایونت رفتم. چقدر من بازی کردم تا بتونستم این رو شانس رایگان رو بزنم. این موز دارم میزنم براتون. حساب کنید 70. ای بابا خیلی داریم سیاه میشیم. من یه روش دارم آجی، همین الان به ذهنم خورد. آره میریم داخل باکس، میذاریم رو حالت پست و همه این بازیکنان نوکو هرچی داریم استاندارد. نه این الان آره بذار رو حالت این بذارم. الان من برای ایونت CF اینم CF اسپیارن. آره اینا رو ریلیز کنیم. به دفاع نیاز داریم. اشنایدرم خوبه. اشنایدرم اصلا من داشتمش قبلا، توی یه اکانت داشتم اشنایدرش. خودی خدا بود. اشنایدره یه چی خدا میگم، یه چی خدا میشنوی. خدا بود. اینم بزنیم. سونو نگاه کن، با یه 100 تایی گرفتیمش. دیگه سفید نشدیم تا رونالدینیو تموم شد. ای بابا اشتباه زدم. سفید نشدیم تا رونالدینیو بهمون داد. ما 900 زدیم. هیچ بهمون نداد. رافینیا رو ریلیس نه. آره چه پوتوشو دارم. چرا استاندارد رو نگر میداری؟ برای خودم سواله. اصلا ولشون بابا، روش نخواستیم بزنیم. چه روشی هستن؟ ما روش میزنیم. ما اصل نگاه کن. این میریم تو ترکیب، جای بکام و اینو تعویض میکنیم. الان دفاع ها رو به هم میزنیم. اوکی گستاگردی که همه جا وای میست. این اینجا، اینم اینجا. خوبه. نوکم به هم بزنیم. اصلا کلا آره دیگه قرار به هم بزنیم دیگه. آره تمام. همه رو به هم زدیم. دکان بر دروازه. همه رو به هم زدیم. ما همه به همه نیاز داریم. فری رو میزنیم. سوپر اپیک شد نشد. بیا CF داد. بازیکن نوک. 5 تا شانس رایگان دادیم. 9 تا شانس رایگان مونده. یه هایلایت هم نگرفتیم. 250 تا بازیکن داخل باکسه. فکر نکنم چیزی بهمون بده، ولی میگیریم. ویا رو میگیریم با بلتی چیه؟ ای بابا بده دیگه. خب
ای بابا خدا وکیلی حق نیست. این همه ایونت اگه کاش یه 900 تا یه شانس رایگان داشت خیلی خوب میشد. ای بابا بده دی. وای آجی هایلایت شد آجی. وای هایلایت گرفتیم. نمیخوام دست خالی برم بیرون. ببینم کجا گرفتم. اوه بغل امیر رحمانی که ایرانی نیست ولی امیر داره گرفتیم. زدم اینم زدم. بعدی با روش میزنم اگه نداد. بعدی با روش ته باکسو گرفتیم. ته یه هایلایت گرفتیم. ته باکسو میری آخه. خدایی نگاه کن. نه تهمت زدم ببخشید. بیا دیگه اینها دیگه ته باکس دیگه این نیست. بذار خودی رو حالت پست بذارم. اینم روش نمیزنم فقط میذارم رو حالت پست. میزنم 5 تا یخورا همه رو با روش میزنم. نگرفتیم. هی خدا این همه من ایونت رفتم یه چی بده دیگه. میذاریم رو حالت رال ویا چک میکنیم. سلطان همه بغل هم باشن شاد باشن خفن قشنگ مشتی. برو بریم نه بازیکن اوورال 70 ما رو ول نمیکنه. چقدر حاجی من تو این اکانت سیاه شدم. داوید ویا ای با آجی هایلایتات آجی سوپر اپیک بشه ایشالله. اونم داوید ویا. نه بازم 81 با ولم کن دیگه. ببینم کجا داد. بغل همون بازیکن داد. نکن چی کار کردین هایلایت به داد رفتی توی باکس رفتی شانس رایگان رو کنسل میکنیم. 3 بار کنسل میکنیم. ویا رئال ویا والنسیا. ول کن بابا بس کن دیگه بده. اوجی روشو دیدی روشو عشق کردی. وای دوره هایلایت فقط پشت سر هم میده. بابا سوپر اپیک بده. سوپر اپیک میخوام. اوجی دوره میاد بالا. دوره یه بار دیگه همین روشو میزنم. ویا والنسیا حلش کن تا سه نشه بازی نشه رو حلش کن دیگه کنامی. نه حلش نکردی کنامی شانس رایگان آخره و هم میخوام به عشق همتون فیریو میزنیم. شانس رایگان آخر. بله نه بله نه وای وجی هیچی نگرفتم. خب رفقا هفته بعد شد و ما رفتیم شانس رایگان ها رو جمع کردیم و کاراش رو انجام دادیم. 10 تا شانس رایگان دیگه هم گرفتیم و میخوایم توی این ویدیو بزنیم ببینیم میتونیم بلتی چیه اینو یا داوید ویا رو بگیریم یا نه. برو بریم. هنوزم تو اکانتمونیم. هنوزم توی این اکانتم هستیم. ما بلتی بیشتر نیاز داریم ولی اولویت اول داوید ویاه. این ستای شانس رایگان اول هیچ موز میگیریم. بله مثل همیشه موز. شانس رایگان دوم هم بلتیه. بله موز بلتی داخل پرانتز موز گرفتیم. خب 8 تا شانس رایگان مونده. حاجی یکاش 900 تایی داشت اینقدر استرس نمیکشیدیم. 100 تا ها یه 900 تایی بزنیم تموم شد دیگه. ولش روشم چی دیگه روش رو نمیزنیم فقط میذاریم رو حالت پست. بریم
برو بریم سوپر پیک میخوام. سوپر پیک میخوام. کنامی سیامون کردی. بسه دیگه بس که سیامون کردی. با ولمون کن. اما بکش بیرون. چقدر سیامون میکنی؟ بسه دیگه. اینم بعدی رو روش میزنم جدی اگه نده. بله نداد دیگه کنامی خودت داری شروع میکنی. اینم گرفتیم. بله اینم گرفتیم. خیلی شنایدر میریم بزنیم و بله نه هیچ حاجی حالا هیچی بهمون نده. نه نمیشه هیچی بهمون نده. یعنی دوباره تکراری داد. نه 4 تا شانس رایگان داریم. 20 تا زدیم هیچی نگرفتیم. موندم چرا بریم ته باکس چیزی داده. تا صبح بعد اینجوری بکنیم. ته باکس هم هیچی نداده ولی ما باکس رو برعکس میکنیم رو حالت پست میذاریم. و الان داوید ویا میاد توی تیم. خوش اومدی داوید ویا. آره داوید ویای مناطق محروم. هی برعکس کنم راد اوورال. اینجا هیچ. برو بریم برای آخری که نه 3 تا و 3میش. بله فوی یکی بده حداقل دلم خوش باشه انتخابی نگرفتم. هی بله بازم هیچی نگرفتیم. میریم برای یکی مونده به آخری و بعدش و آخری و انتخابی دیگه باید بگیریم. میزنیم فری رو و بله داوید ویا. بله بابا این رنگ بنفش و کنامی بردار جدی بردار. خیلی سیاه شدم. بدجور دارم سیاه میشم. بدجور. برو بابا نخواستم. هیچی نداد. هایلایت داد فقط. یه هایلایت فقط داد. بریم داوید ویا رو بگیریم. چیکار کنم؟ داوید ویا میخوام داشت. من نمیتونم به داوید ویا تحمل کنم. من داوید ویا میخوام. هزارم اکانتم دفاع نداشته باشه ولی داوید ویا جاش تو قلب منه. اول اینو بگیریم. نونیز رو بگیریم. نونیز میگن خیلی خفنه. اینم از نونیز. نمیدونم چرا قفلش میکنم ولی قفلش میکنم. و بریم برای سلطان داوید ویا. و تمام. سلطان داوید ویا. ببینید تیممون اضافه شد. رخو بگیر. وای داوید ویا. رخو بگیر بنازم. باکس رو نگاه کن. فقط 4 تا دونه هایلایت گرفت. فقط 4 عدد هایلایت. هی بریم مکسشون کنیم. سلطان ویا رو برو ویا رو بگیریم مکس کنیم. این از ویا. خدا شکر بوستر هم نمیخواد. نونیز. این بوستر میخواد. فقط مکسش میکنم تو ترکیب نمیذارمش. خب اینم از نونیز. داوید ویا کوش. من کورم داشت نمیبینمش. نهاشش چی شد؟ برو بریم ببینم داوید ویا تو ترکیب ببینم. بودو سریع. سلطان داوید ویا رو بیار. به جای کی بذارم؟ به جای هالند. پشمام بودی 104 شد. بودی پشمام با دشان 104 میشه. برو نوک فیکس. خوب شد گرفتمش حاجی.
من استرداش ببخشید شرمنده، ولی حاجی ون استرای خیلی گاده ها. اگه داریدش حتما فیکسش کنید، خیلی خفنه. اینم از سلطان داوید ویا 104. اصلا مشتی نگاه فینیشینگ 97 تقریبا مثل چیز دیگه. ون استرای ببینم اسکیل چی میخوری. 4 تا دونه اسکیل دارم. پنالتی دوره. به داوید ویا دروازه میره. ای بابا اسکیلامونو هدر نده دیگه. چی بگم بهت، ولی راضیم. داوید ویا 104 شد، خوشحال شدم. فکر کردم 140 میشه ولی 140. آره ما خیلی 140 میشه. فکر می‌کردم 104 میشه. فکر می‌کردم 103 میشه ولی 104 شد. خب اینا از این ویدیو. هیچی نگرفتیم، فقط یه داوید ویا انتخابی و نونیز و چند تا دونه هایلایت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل ما رو هم ساب کنید. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.